رستم 2 سال باز تاکسی میراند، اما بیشتر مشتریانش حتی پی نمیبرند که پایهای صنعی دارد. من به هیچ کس نمیگویم که معلول هستم، حتی ماشینم نشانی مخصوص ندارد. بعضی مشتریان اگر بفهمند میپرسند که اگر معیوبی چگونه تاکسی میرانی. رستم انتخابات پرزیدنتی را بایکوت اعلام کرد. منطقی او این است که هیچ یکی از نامزدان درباره مشکلات افرادی دارای نقص جسمانی داشته اشاره هم نکردند. از این خاطر رفتن به انتخابات معنی ندارد. 4 رئیس جمهور عوض شد و به معلولان یگان دستگیری نیست. ما را به کار قبول نمی کنند. برای همین تصمیم گرفتم که به هیچ کس آواز ندهم. این تصمیمش را رستم در شبکه اجتماعی فیسبوک نیز نوشت، با امید که اعتراضش را هزارها نفر معلولان و دیگران حمایت خواهند کرد. اما حالا همراهی خود را تنها همتایانش از مطبعه‌ای که در آنجا به افراد معلول کسب‌های مختلف می‌آموزند بیان نمودند. من به انتخابات نمی روم، چون که سیاستمداران همیشه وعده های زیاد میدهند ولی اجرا نمی کنند. Почему я должна голосовать за того человека, за тех людей, которые... برای چی ما باید به نامزدهای رای بدهیم که تنها برای خود کار میکنند ولی از حق طبقه آسیب پذیر یعنی ما دفاع نمیکنند؟ علیا میگوید طرز برخورد با افراد معلول در کشورهای رشد کرده و قرقیزستان مثل زمین و هواست. او این فرقیت را به هنگام زندگی در آمریکا احساس کرد. برای چی در دیگر کشورها همه آدمان برابرند ولی در کشور ما نه؟ چرا ما باید آواز بدهیم؟ آواز ندهید. کارزار پیش از انتخاباتی در قرقیزستان بعد 2 هفته شروع می شود. نامزدان هنوز فرصت دارند که در برنامه‌هایشان بند مربوط به مشکلات معلولان را وارد سازند. ولی رستم و همفکرانش از تصمیم خود دست کشیدنی نیستند.